هفته پیش یه بنده خدایی اومد برای یبوست برگ سنا میخواست ببره. بنده خدا سنش بالا بود. گفتم حاج آقا تا آماده میشه بشین. گفت نه راحتم. گفتم بشین تعارف نکن. گفت نمیتونم بشینم. گفتم یعنی چی، چرا نمیتونی بشینی؟ گفت والا مقعدم خشک شده از شدت یبوست، یه هفته است دفع نداشتم. خیلی ناراحت شدم براش. برگ سنا رو بهش ندادم، انقدر برگ سنا خورده بود روده هاش تنبل شده بود. دارویی که الان میخوام بهتون یاد بدم و براش ترکیب کردم. دیروز اومده بود اینجا، خدا رو شکر خیلی بهتر شده بود. یه نسخه خونگی، چیزی هم نمیخوام بهتون بفروشم. درست کنید، فقط این پستو برای کسایی که درگیر یبوستن حتما بفرستید. جوابدهش فوق العاده است. ضرر برگ سنا رو هم نداره. راحت میتونن استفاده کنن. پودر گل محمدی. گل محمدیتون فقط دارویی باشه. یه قاشق از پودرش رو داخل ظرف میریزیم. یه قاشق روغن بادوم شیرین. یه کلا 2 قاشق هم عسل بهش اضافه میکنید. یه مقدار خیلی کم هم گلاب بهش اضافه میکنید. خوب به همش میزنید. به هم که خورد اندازه نخود گرد میکنید، میذارید خشک میشه داخل یخچال. روزی یه دونه صبح ناشتا ازش میخورید. درمان قطعیه. بعد از 2 هفته هر چیزی که داخل رودت مونده بود به طور کامل تخلیه میشه و احساس سبکی میکنید.